بسم الله الرحمن الرحیم. خرد هر کجا گنجی آرد بدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. در این مجال قرار است راجع به مرثیه، البته کلیات مرثیه، یک مقدار صحبت کنیم. مرثیه یا رسا شعری است در سوگ خویشاوندان، یاران، پادشاهان، وزیران، بزرگان قوم، عالمان دین و از ذکر مصیبت ائمه معصومین به ویژه حضرت حسین علیه السلام و یاران. در مرثیه بیان مناقب انجام میشه، بیان فضایل انجام میشه، بیان مکارم شخص گفته میشه، از شأن و مقام شخصی تجلیل میشه، از دست دادن اون شخص رو ضایعه عظیم جلوه میدن، چون برجهت مرثیه هم که از انواع ادبی است و مقداری اغراق درش وجود داره، مثل حماسه. سخن از بی‌وفایی دنیا و مرگ در مرثیه گفته میشه، بازماندگان رو به صبر و شکیبایی فرا میخواند. اینا مفاهیمی است که بیشتر در مرثیه و رسا بیان میشه. قالب هایی که در مرثیه استفاده میکنن به ترتیب اولویت، بیشتر ترجیحات هست. در مقام اول، بعد قصاید، بعد قطعات، بعد مثنوی، بعد غزل، بعد رباعی. اون در واقع کثرتش بیشتر با ترجیحات و قصاید. حالا قالب‌های دیگر رو هم به نوعی در بر می‌گیره. مرثیه ها رو به 3 قسمت تقسیم بندی میتوان کرد به طور کلی: مرثیه های شخصی، مرثیه های رسمی و مرثیه های مذهبی. مرثیه های شخصی، شاعر یا نویسنده برای یک شخصی مرثیه می‌سراید که حالا من به طور کلی اینها رو بد نیست بدانیم از 4 تا منبع هم استفاده کردم: فرهنگنامه ادبی فارسی آقای انوشیروان، فرهنگ فارسی آقای شریفی و انواع ادبی دکتر شمیسا و دکتر رزمجو. دیگه نمونه های شعریش رو برای اینکه فرصتمون محدود هست من بیان نمی کنم، یه کلیتی فقط خدمتتون ارائه میدم. مرثیه های شخصی، حالا از ابتدا اگر بخوایم به طور خلاصه بشماریم: مرثیه رودکی در رسای 2 شاعر هم اصل خودش، ابوالحسن مرادی و شهید بلخی. مرثیه ابوالعباس فضل ابن ربنجنی در سوگ نصر ابن احمد سامانی و شادباش جانشین وی. مرثیه ابو منصور عماره مروزی در سوگ ابو ابراهیم اسماعیل ابن نوح معروف به منتصر. فردوسی در رسای فرزند خودش و در سوگ تک تک قهرمانان شاهنامه هم جای به جای فردوسی داره که اونها رو میتونیم در همین قالب مرثیه شخصی جای بدیم. خاقانی در سوگ عموی خودش و در سوگ فرزندش. مسعود سعد سلمان همینطور در سوگ فرزندش، در سوگ شاعر هم عصر خودش سید حسن غزنوی. کمال الدین اسماعیل، سعدی، حافظ، جامی، همه اینا مرثیه هایی در سوگ فرزندان خودشون دارن. نظامی تک بیتی در سوگ خاقانی داره. بهار ملک الشعرا در سوگ ایرج میرزا. در سوگ فروغ فرخزاد، جمیل صدقی از ضحاوی شاعر عراقی، شاملو، اخوان، سپهری، همه اینا در سوگ فروغ شعر دارن. سراج الدین قمری در سوگ فرزند خودش. بعضی از شاعرها مرثیه هایی رو برای خودشون سرودن که روی سنگ قبرشون حک شده، مثل پروین که روی سنگ قبرش داره، ایرج روی سنگ قبرش داره. و یک کتابی هم آقای رضا براهنی چاپ کرده به نام غم‌های بزرگ ما که مجموعه مراثی هست که حالا شاید انواع مختلفی از این مراثی هم درش دیده بشه. مرثیه های رسمی بیشتر مرثیه های هستن که به دستور انجام میشن، کمتر با میل شخصی بوده. این هم چند نمونهش رو خدمتتون عرض میکنم. مرثیه احمق بخارایی در مرگ دختر سلطان سنجر و به دستور خودش. مرثیه فرخی سیستانی در سوگ سلطان محمود غزنوی. مرثیه امیر معزی در سوگ سلطان ملکشاه سلجوقی. انوری در سوگ یکی از بزرگان عصر خودش مرثیه‌ای داره که جز مرثیه‌های رسمیه. یه مرثیه در سوگ معتصم خلیفه عباسی داره که اون رو
جزو مرثیه‌های مذهبی هم حساب میکنن. سعدی در سوگ سعد بن ابوبکر سلغری و فتحعلی خان صبا در رسای آقا محمد خان قاجار و شادباش به تخت نشستن فتحعلی شاه. بیایم سراغ مرثیه‌های مذهبی که عمده در واقع این قسمت رو در بر میگیره. با ملا حسین واعظ کاشفی آغاز میشه که کتاب روضة الشهدا که گفتم اون جنبه اغراقیش خب خیلی بالا هست و داره. بعد از ملا حسین واعظ کاشفی به شاعرای بسیاری در سوگ حضرت حسین و واقعه کربلا شعر گفتن، مثل کمال غیاث الدین شیرازی، بابا سودایی ابیوردی، تاج الدین حسن تونی سبزواری، ابن حسام خوستی، خواجه اوهد سبزواری، لطف الله نیشابوری، کاتبی ترشیزی و از همه پرآوازه‌تر خب محتشم کاشانی است که حال بحث هم هست که اون 12 بند کدوم قسمت‌هاش جزو در واقع شعرهای جوششی یا کدوم قسمت‌هاش جزو شعرهای کوششی یا همش کوششی یا همش جوششی، بحثایی در این مورد کردن. ولی خب شعر در زمان خودش و در زمانهای بعد از خودش بسیار پرآوازه بوده و از این به بعد هست که شاعرها شروع میکنن در اقتفای محتشم تازه ترکیب بند و شعر در سوگ در واقع واقعه کربلا میگن، مثل حاج سلیمان صباحی بیتگلی اوایل قرن 13 که یه ترکیب بندی در اقتفای محتشم داره. وصال شیرازی همینطور در اقتفای این ترکیب بند شعر گفته. سروش اصفهانی 60 بند به تقلید محتشم کاشانی گفته و حتی یک کتابی هم به نام شمس المناقب داره که مرثیه‌های مختلفی هست که بیشترش مذهبی هست. میرزا محمود خان ملک الشعرا 14 بند باز به اقتفای محتشم گفته و شاعرای دیگه‌ای که در روزگار ما این مرثیه‌های مذهبی رو ادامه دادن. چند نمونه‌شون هم میبرم: میرزا نورالدین عمان سامانی، محمد تقی نیر، ملک الشعرای بهار، امیری فیروزکویی، شهریار، پژمان بختیاری، علامه اقبال لاهوری، علامه همایی، علی انسانی، مشفق کاشانی. اینا همه شاعرایی هستن که در قسمت مرثیه‌های مذهبی در واقع اقدام کردن. این یه کلیتی در واقع میشد راجع به مرثیه‌ها بیان کرد که امیدوارم برای دوستان مفید باشه. خب به عنوان نمونه از مرثیه‌هایی که در مورد فروغ گفته شده، مرثیه‌ای است که سپهری گفته و خیلی مشهوره، اون رو خدمتتون عرض می‌کنم. بزرگ بود و از اهالی امروز بود و با تمام افق‌های باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب می‌فهمید. صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود و پلک‌هاش مسیر نبض عناصر را به ما نشان می‌داد و دست‌هاش هوای صاف سخاوت را ورق می‌زد و مهربانی را به سمت ما کوچاند. به شکل خلوت خود بود و عاشقانه ترین انحنای وقت خودش را برای آینه تفسیر کرد و او به شیوه باران پر از تراوت تکرار بود و او به سبک درخت میان عافیت نور منتشر می شد. همیشه کودکی باد را صدا می کرد. همیشه رشته صحبت را به چفت آب گره می زد. برای ما یک شب سجود سبز محبت را چنان صریح ادا کرد که ما به عاطفه سطح خاک دست کشیدیم و مثل لهجه یک سطل آب تازه شدیم و ابرها دیدیم که با چقدر سبد برای چیدن یک خوشه بشارت رفت، ولی نشد که روبروی وضوح کبوتران بنشیند و رفت تا لب هیچ و پشت حوصله نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها بودیم.